مافین شعریه با شیر عسلی کیکی بسیار خوشبافت، سبک و لذیذه. بریم با هم درستش کنیم. تخم مرغ‌ها، شکر، روغن مایع، پودر هل و وانیل رو داخل ظرفی میریزیم. با دور تند همزن میزنید تا جایی که کریمی و کشدار و هجین بشه. بین کار دورگیری کنید. مجدد هم بزنید. ماست شیرین رو اضافه کنید و هم بزنید در حد مخلوط شدن. پیمانه اول آرد رو با بیکینگ پودر الک کنید و با لیستک مخلوط کنید تا یک دست بشه. پیمانه دوم آرد رو هم الک کنید، مخلوط کنید. در حین هم زدن آب داغ یا شیر داغ رو اضافه کنید. برای اینکه گلوله‌ای نداشته باشه کمی با همزن بزنید. کپسول کاغذی رو داخل قالب مافین بریزین و مایع کیک رو تا لبه کاغذ بریزین. شعریه رو داخل همون پلاستیک ریز خورد کنید و روی هر کدوم از مافین ها به این صورت شعریه بریزین و بعد داخل فرن 180 درجه که یک رو از قبل گرم کردین به مدت 30 دقیقه اجازه میدین تا بپزه و روش طلایی بشه. یه قاشق مربا خوری از شیر عسلی رو از بالا روی مافین ها میریزین که به صورت یک دست روی مافین پخش بشه. با پودر پسته تزیین کنین. نوش جان.